سلام، امروز اومدیم ببینیم موینیپور چیست؟ موینیپور کیست؟ از کجا آمده و به کجا میخواد بره؟ بریم. این کیک محبوبی که توی توییتر، اینستا خیلی فکر کنم تبلیغش رو دیدیم. موینیپور. بس دیگه. امروز میخوایم بپردازیم ببینیم موینیپور بهتره یا پشپش. بزن بریم که موینیپور رو با رفیقم آشنا کنیم. میدونی موینیپور برای چی انقدر معروف شد تو اینستا و تیک تاک و اینا ترکید، کلی ازش هشتگ پخش شده؟ به خاطر اینکه از ضعفای پشپش درس گرفته. نو پس بیا ثابتش کن. اینکه ظاهر و باطنش معلومه، خوشگل، تمیز، تو یک باکس خوشگل برات گذاشته. بازش هم که میکنی بوی نارگیل بهت میخوره، کیف میکنی. یه از داخلش هم نگم برات. کاکائو. نهایت چیزش چیه؟ یه دونه کارتون روشه. بهترین آنباکسینگ و ظاهری که داره. بریم برای باز کردنش. صدا رو گوش کن. هیچ فرقی نداشت. توشو شبیه یه تیکه کارتونه. توشو. واو. خیلی هم کوچیک، اصلا سیرتون نمیکنه. اگه میخواین سیرشین فقط موینیپور. اصلا معلوم نیست. اصلا کاکائوش معلوم نیست. بریم واسه تستش با شیر کاکائو. امتحانش کنیم. اول پچوش بزن. یه فرق نداره، هر کدوم دوست داری. ظاهر باطنش یکی بود. اصلا کاکائو نداره. خوشم نمیاد. یه نون خیلی نرمی، این بربری اصلا حال نمیده. با شیر کاکائو شبیه赤ちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ این تیکه ها کات میخواد دوره. حالا میخوام با موینیپور تست کنم. تو هم میتونی با پشپش تست کنی. پشپش همیشگی. آشغال. نرمتر از آقای موینیپوره. با شیر کاکائو. پس تصمیم میگیریم که موینیپور بهترین کیکه. هنوز رو حرفم هستم. فقط موینیپور. تا ویدیوی بعدی فعلا. حتی گربه هم فهمید موینیپور بهتره. شمام داره میخوره.